جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید نارکم هذه 71 جزء نار جهنم. آتش دوزخ، این ناری که آتشی که در دنیا هست 71مین حصه آتش دوزخ است. آتش دوزخ 71 تقسیم شود، عذابش، سختیش، شدت گرمیش، سختترین آتش دنیا یک گرمی آتش دوزخ را داره. حتی جناب رسول معظم صلی الله علیه و سلم می فرماید طبقات دوزخ 7 طبقه هست. هر قدری که پایان میره عذاب دوزخ، سختی دوزخ و آتش سیاه دوزخ سختتر میشه. حتی می فرمایند که از طبقه 7 دوزخ یک کسی را که اگر در طبقه 6 دوزخ بیاره، از اینکه هوای گرمی دوزخ برش سردتر میشه، راحت میشه و خوابش میبره. از طبقه 7 دوزخ در طبقه 6 اگر بیاره خواب از این بنده میبره. روزی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، حضرت جبرائیل علیه السلام آمد در نزد پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم، گفت یا جبرائیل برای من دوزخ را بگو، صفات دوزخ را، حالات دوزخ را، اهل دوزخ را بیان بکو. جناب حضرت جبرائیل علیه السلام از دوزخ برای پیامبر علیه السلام می گفتند. گفت دوزخ 7 طبقه داره. طبقه 7 منافقین است، 6 مشرکین و بالاخره به کافران را یاد کرد اهل کتاب را. آمد در طبقه 7، در طبقه اول دوزخ، بالاترین طبقه دوزخ، یعنی راحت ترش باشه. به این معنا نیست که راحتی دوزخ آسان باشه. پیامبر علیه السلام می فرماید آسان ترین عذاب دوزخ همیست که برای دوزخی که از آسان ترین عذاب را داشته باشه یک کفش پوشانده میشه از دوزخ که به از گرمی از اون مغز سر از این به جوش می آید، مغز سرش به جوش می آید. پیامبر علیه السلام نگاه میکنه، تماشا میکنه که حضرت جبرائیل علیه السلام برای پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم دوزخ را بیان میکنه. در طبقه بالاترین طبقه اول از دوزخ رسید. جبرائیل سکوت ماند، خاموش شد. گفت یا جبرائیل بگو طبقه آخری دوزخ مربوط کی هست؟ حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود برای اهل کبائر هست. باز خاموش ماند جبرائیل. گفت یا جبرائیل بگو که برای کی هست؟ جبرائیل گریه کرد، سکوت ماند. گفت یا جبرائیل طبقه آخر دوزخ مگر مربوط امتان من نباشه؟ طبقه آخر دوزخ مربوط امتان من نباشه؟ حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود گفت بله یا رسول الله طبقه آخر دوزخ مربوط گناهکاران امت شماست. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به گریه آمد و بیهوش شد. صحابگان کرام دیدن که پیامبر علیه السلام گریه میکنه، اونها هم به گریه آمدن. مطلب اینجاست که عزیزان من دوزخ خیلی ها سخت هست. ما نمیخوایم که تنها ما از دوزخ نجات پیدا بکنیم. دعوتی که میکنیم، دعایی که میکنیم، صدایی که میکنیم، گریه‌ای که میکنیم، عذری که به حضور پروردگار میکنیم، حتی در حق گناهکاری که شب و روز در گناه مصروف است و شراب مینوشه و قمار میزنه و زنا میکنه و لواطت میکنه و بیبندوباری میکنه و دشنام میده، حتی من را دشنام میدهد، برایش دعا میکنم که خدایا اون چشمش را از دوزخ نجات بده. همون گناهکاری که بدترین گناه را دارد ولیکن کلمه میخوانه، ولیکن مسلمان هست. اگر مسلمان نیست کافر است، برش میگم پروردگار اول ایمان نصیبش بگردان، اول مسلمانش پروردگار بگردانه، بعدا دعا میکنم که پروردگارا او را از دوزخ نجاتش بده. چون من که میدانم که من تاب دوزخ را ندارم،
او جوان شرابی من هم تاب دوزخ را ندارم. اگر ای که من میدانم که من تاب دوزخ را ندارم، او خواهر مسلمان بی حجاب من میدانم که تاب دوزخ را ندارم. ای که من میدانم که من تاب دوزخ را ندارم، او برادری گناهکار من که زنا میکنه او هم تاب دوزخ را نداره. ای که من میگم که من تاب دوزخ را ندارم، میدانم که برادر بی نماز من هم تاب دوزخ را نداره. اگر عزیزان من باور بکنین، اگر یک دعا برای خودم کردم در طول عمرم، 10 دعای دیگر برای امت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کردم. در حق تو جوان دعا کردیم، در حق تو روی سفید دعا کردیم، در حق اون جوانانی که در مسجد نمی آید دعا کردیم، حتی در حق کافری که ظالمی که خدا را داشت امیدیت دعا کردم. گفتم خدایا مسلمانش بگردان، گفتم خدایا کلمه برایش نصیب کن، از دوزخ نجاتش بده. دوست ندارم که دوزخ بنده خدا برود. جناب رسول الله علیه السلام می فرماید دوزخ را 7000 سال آتشش در دادن که رنگش سرخ شد. بعد از او 7000 سال دیگر آتش دوزخ را روشن کردن که رنگش سفید شد. بعد از 7000 سال دیگر آتش دوزخ را روشن کردن که رنگش سیاه شد. حالا به رنگ سیاه می سوزد. پیامبر علیه السلام فرمودند که حالا دوزخ به رنگ سیاه می سوزد که روز به روز به سیاهی رنگ دوزخ اضافگی می آید. یا الله پروردگارا، با روی سیاه، با دستان پر از گناه، با دستان پر معصیت، با بدنهای پر از گناه، یا الله گناهان خود را به یاد آوردیم. از لحظه‌ای که ما گناه کردیم و گناهی ما حساب شد، خدایا میلیون ها گناه کردیم، به انداز گناه کردیم که حتی از شمارش خود ما بیرون هست. شمار کرده نمیتوانیم مگر این که تو شمارش بکنی. پروردگارا، با همه گناهان خود به حضور تو آمدیم. یا الله دست بالا کردیم، خدایا پروردگار دسته های ما را ناامید پایان نگردان. الهی پروردگارا، جوانان و روسفیدانی که در این مجلس ما دست بالا کردن، یا الله در مسجد هستند، در بیرون هستند، حتی خواهران مسلمانی ما که در خانه ها شاید دست بالا کرده باشند، یا الله پروردگارا همه ما را دسته های ما را ناامید پایان نگردان. یا الله دروازه تو دروازه ناامیدی نیست. یا الله اگر بحر رحمت تلاطم کند، ما گناهکاران گناه خود را گم خواهیم کرد.